سلام، خوب هستین؟ من امیرم. اومدیم امروز با یه چالش نسبتاً جدید. خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. امروز از این قراره که باید ما همون رنگی که لباس پوشیدیم با همونم چالشی که برامون آماده شده رو اونا رو انجام بدیم. نفر دوم. سلام، من آرشم. خوش اومدید به این ویدیو. امروز قراره که با این لباسایی که داریم، نارنجی و مشکی، چالشایی که در نظر گرفتیم ما بریم. خب سلام بچه‌ها، ما الان تصمیم گرفتیم که من آیتمای آرش رو انتخاب کنم، آرش هم آیتم من. اولین آیتم من میشه چیتوز موتوری. یه چیتوز میگیرم براش دیگه، خیلی زیاده. کیک هم یه دونه میگیرم. اگر که میگم اذیتش کنم بستنی هم براش بگیم. بستنی هم میگیرم. یه فانتا هم براش برمیدارم یه خودش هم اوکی باشه. بستنی بعد نگاه میکنم. یه فانتا هم میگیرم. خب بچه، من الان باید برای امیر وسیله بردارم. واسه ببینیم مشکی چی نداره پیدا کنیم. اینم بگیریم و نداریم، ولی یه نوشیدنی هم بگیریم. کوکاکولا. بریم